4 شهروند تاجیکستان بعد عبور مرز ولایت کالینینگراد روسیه و پولشا به دست افتادند. آنها روز 8 سپتامبر سال 2022 از مرز گذشته در درون قلمرو روسیه با استفاده از گاز قلمفور از پای خود را از بین می بردند که سگ‌های بوگیر تعقیبشان کردند. روز 19 سپتامبر بعد یک روز عبور مرز وقتی آنها شادی داشتند که الکی به اروپا رسیدند، مرزبانان پولشا بالاخره آنها را پیدا و دستگیر کردند. این 4 نفر که از 30 تا 39 سال داشتند اقرار کردند که با هواپیما تا کالینینگراد آمده از آنجا تا نزدیکی مرز خود را به تاکسی رسانیدند و سپس پای پیاده مرز پولشا را گذشتند. زادگان تاجیکستان گفتند که هدف نهاییشان آلمان بود. شهروندان تاجیکستان را به ویران کردن خط مرز دولتی پولشا ایبدار کرده به 6 سال شرطی زندان محکوم کردند و هر کدام را بر علاوه $200 جریمه بسته همشان را الکی روز 20 سپتامبر به جانب روسیه سپاریدند. شعبه خدمات مرزبانی پولشا درباره این قضیه عبور غیر قانونی مرز روز 21 سپتامبر خبر داد. بنا به این منبع مرزبانان دیدبانگاه گور و الویتسکی روز 8 سپتامبر از مرزبانان روسیه درباره از مرز ولایت کالینینگراد به پولشا گذشتن 4 مرد اطلاع گرفتند، ولی تعقیب و جستجوی این سرچکنان یک شبانه روز طول کشیده است. مرزبانان در خط شدگار شده مرز ایستهای زیاد پایها را مشاهده کردند. کریمینالیست دعوت شده 16 ایز پای با عین اندازه و عین پای افضال را ثبت کرده است. روز 19 سپتامبر بر اساس اطلاع یک ساکن گور و الویتسکی مرز شکنان را بالاخره دستگیر کرده. معلوم شد که آنها همه شهروندان تاجیکستان بوده، سنشان از 30 تا 39 بوده است. یکی از آنها با خود شناسنامه و یکی دیگر حجت رانندگی داشته و دوی دیگر یگان سند نداشتند. آنها اقرار کردند که اول با هواپیما به کالینینگراد آمده در اینجا برای رسیدن تا نزد مرز تاکسی کرایه کردند. قسمت آخرین راه سفرشان تا قلمرو پولشا را این 4 نفر پای پیاده طی کردند. بعد عبور مرز آنها لباسهای خود را عوض کرده طوری از عکسهایشان برمی آید الکی به قلمرو اروپا وارد شدن خود را جشن گرفتند. شهروندان تاجیکستان گفتند که برای کور کردن ایز پای آنها از گاز قلمفور استفاده می بردند. شهروندان تاجیکستان قبول کردند که آنها را با جرم شکستن مرز پولشا هر کدام به 6 ماه زندان شرطی با 3 سال آزمایش محکوم کنند. مقامات پولشا آنها را همچنین هر کدامش 1000 زلوتیخ جریمه بسته سپس روز 20 سپتامبر به جانب روسیه سپاریدند. پولشا که با چند کشور شوروی سابق از جمله با ولایت کالینینگراد روسیه مرز مستقیم دارد، با یک مسیر عمده انتقال پناهجویان از سابق اتحاد شوروی از جمله از تاجیکستان به کشورهای اروپا تبدیل یافته است. بسیاری از این پناهجویان از قلمرو پولشا برای رسیدن به کشورهای آبادتر اروپا اساساً به آلمان استفاده میبرند.